زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است. در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده‌دلان خواب پریشانی نیست و از همین خاک جهان دیگری ساختن است. با نام یاد خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخانه است و مهمون امروزه ما استاد تورلیزیو دکتر علمای پداگوژی، تاریخ شناس، حقوق شناس و اینچنین جامعه شناس. استاد برنامه خیلی خوش آمده. باید با بیننده برنامه کتابخانه یادآور شم که استاد مؤلف یک قطار از کتاب‌ها، هم کتاب‌های علمی و هم کتاب‌های درسی هستند و استاد در نظام معارف خیلی کارهای ارزشمند کردن و امروز به سن 80 میرسن. استاد شما رو به این سنه تبریک میگویم و بار دیگر تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. و این کتابایی که روی میز میبینید یک قسم از نوشته‌های استاد هستند که اینجا با برنامه آوردیم. البته فرصت دست نمیدید که ما همه اینها رو معرفی کنیم، ولی کوتاه درباره اینا گفتم میگذاریم. سراول استاد بگید که امروز چه حال و احوال دارید و سلامتیتون چه خل است؟ سلامتی خوب است. خیلی سری میز کاری در دفتر کاری در حوالی در خانه میتونم 8-10 ساعت به کار ایجادی مشغول شوم. بهترین. استاد به دانشگاه هم میروید؟ بله، کدام روز رفتن در کار، در جدول بوندن در کار در سوی کار شروع می شود. چقدر سال در نظام معارف کار کردید استاد؟ 16 سال آینده 50 سال پر می شود. در این 50 سال بود زمانی که از کار علم، از کار دانش، از کار معارف خسته شده باشید؟ نه، خستگی رو من نمیدونم، برای اینکه تمام فعالیت در برابر کار تدریس، در برابر انا که الان کدری نسل نوراز فرزند اویلا غمخوری در حق اویلا، رفیق نزدیکترین من کتاب است. یعنی با کتاب هستید؟ بله، با کتاب هستم. من شماره اثرهای خودم و همین اثرهایی که مقاله نو از این بالاتر یک بار حساب میکنم 92 تا میشود، یک بار دیگر حساب میکنم 89 تا میشود. من با اعظمی روزی هم که حسابش گم کردم. از این بسیار ممنون هستم، خوشحال هستم. و علم وقتی بیشتری من رو میگیرد، چون فعالیت آموزگاری، تدریس کاری هر روزه است و در همین امر همیشگی است. لیکن انسان در مورد عمر علمیش کوتاه است. ممکن است فعالیت علمی 30 سال دوام کند، از این زودتر و کمتر. یک عالم همون وقت عالم می شود که وای از 40 بالا رود، 50-60 سالگی 70 سالگی بعد عالم می شود، پخته می شود. بله، بعد صاحب عقل و خردی، عقل و اندیشه علمی می شود و وای می تواند فکرهای دیگر علمان که معقول نیست و اساسناک نیست رد کند. می تواند رواج دهد، می تواند دروغایی که به سر مردم، بخصوصا مردم شوروی، به سر نسل نورس آورده بود، هم تاریخ شناسای متدولوژی مارکسیسم لنینی، آنها رو من نمیگویم که فوش اقصان نکن، بلکه آنها رو اصلاح کرده میتواند و غیره. رد کرده میتواند استاد؟ رد کرده میتواند. اینجا در این چیز موضوع علایده نیست، لیکن رد کردن در کار از بعضی چیزاست که ضرر دارد به افکار جوانان، به هویت ملی. مارکسیسم لنینیسم گفت که وقت سوسیالیستان اوتوپیایی بودن، اکنون ما این اوتوپیانا رو به علم تبدیل دادیم و کمونیسم واقعا سازنده شونده است. لیکن معلوم گردید که اونا از اوتوپیای همون توماس مور نه آنقدر دور رفتند، بلکه در پایه همون قرار داشتند و امروز دیدیم که سوسیالیسم پاینده نموند. چطوری که پاینده است میگفتند، پاینده نموند. خوشبختانه نتیجهش همین شد که مردم تاجیک هم اصلاحات دولتی، اصلاحات شخصی خصوصی به دست آوردن. امروز ما در این استودیا میتونیم صحبت کنیم از تاریخمون، از ملتمون، از فرهنگمون، از زبانمون گوییم و چیزی که گفتنی هستم باز تاریخ خودمون رو از نو و این کرد درست نویسیم
و بنا سیناولا هم خیلی پیشکش کنیم که از این تاریخ اونا افتخار کنند و امروز نکوبند که نه تاجیکستان نه فلان دولت خوب است ما با اونجا کوچ بندیم. این واقعا نادرست است. در طول همین سالایی که استقلالت است یگان بار در فکری بنده همین خیلی اندیشه ناومد که به یگان جای کوچ بسته روم، برای اینکه این وطن من است، زادگاه من است. اگر من از اینجا کنده شم از تاریخ ملت کنده میشم، از اون بزرگان ملت که در گذشته این ملت را آفریده بودند، تشکل داده بودند و من هم خواستم که یکی از همین جزئی هستم که ملت رو می آفرد، چون که ملت رو معارف و علم می آفرد و اون سیماهایی که همین دو سمت فرهنگ رو می آفرند اینها ملت می آفرند. برای همین هم اندیشه بنده اون است که یگان عالم رو، یگان آموزگار رو ما از دست ندهیم، چون که پایه این ملت، پایه کتاب ساز، کتاب خوانی، پایه معرفت ناکشوی مردم این آموزگار است و عالم است. 50 سال در همین نظام معارف کار کردید، پس تو بلندهای زیاد رو مشاهده میکنید و شما نبض معارف رو میفهمید که چقدر میتپد. امروز اصلی ترین مشکل ما چی است؟ مشکل ترین اون است که جامعه ما هنوز به خلاصه نآمده است که به معارف بلند، به علم بلند ما نمیتوانیم به پیش رویم. به یگان دولت یا تو نه کم ترقی بلکه پیش رونده رفته رسیم. اون حالتی که ما اون قرار داریم، من در یک مجلس محتشم هم ابراز کرده بودم. امروز از بعد علم معارف ما در سطح نیمه دوم عصر 15 حضور داره. نیمه دوم عصر 15 وقتی که از تمدن اسلام ویزانتیا بسیار بعضی چیزها رو گرفت و وقتی که احوال ویزانتیا در نتیجه هجوم ترکو عثمانی وزین شد، به همین باری تمدن اسلام، تمدن خلافت عرب که قسمش رو اصل کرده بود، با همین بار اونو با ایتالیا کوچ بستند و در عصر 14 از عصر 14 تا آغاز عصر 16 اونو این فرهنگ رو با اون جا بردند، کوچونده بردند و اونها گفتند که ما باید با آموزش تاریخی انتیقه برگردیم. ها نه مثل مسلمان ها رفتار کردند در کار. خلیفه های عرب روی معارف و علم رو بروی مردمی همین خلافت باز کردند و از این بردی بزرگ کردند و در اینجا همون جنین های همون فرزندان همین تمدن تشکل یافتند که در همون هیئت خلافت بودند. بعد اینا مستقلت به دست آوردند، این فرهنگ این تمدن را ادامه بخشیدند. استاد بسیاری ها بر این نظرند، بعضی دانشمندان میگویند ما در نظام معارف سازی باید از کره یا نمیدونم از فنلاند، از ژاپن، از سنگاپور، از این کشورها پیروی کنیم و متدولوژی اونها رو بیاریم وارد کشور کنیم و در نتیجه معارف پیش میرود. آیا ما در گذشته خود چون نظام ها نداشتیم ما تحکورسی فرهنگی ما تمدنی ما اجازه میداد که ما معارف پیشرفته داشته باشیم؟ تشکر، سوال بسیار عجیب است. امروز اونایی که همین خیلی سخنرانی میکنن فکر میکنن کم ترک ناتوانی میکنن، نادیده میگیرند. شاید تاریخ این ملت رو، تاریخ فارس و تاجیک رو ممکن خوب نمیدونند. ما ولی بله البته نوگانیایی که در جهان معاصر در ساحه معارف و علم به میان آمدند اونایی که رو ما میتونیم قبول کنیم، لیکن اصلا مردم فارس و تاجیک آموزگاران مردم جهان می باشند. امروز هم حتی امروز هم انانها را آمده است تا امروز است. اولین اساسگذاری همین انسانگرایی، انسان دوستی از کروش کبیر به میان آمده است. یکی از بین بود چندین عصر دیگر گذشت. این موضوع خیلی وسیع است، من در اینجا ایستاده نمیتونم. شما ممکن شنیدید از دوره ساسانیان جندی شاپور اکادمی بود یا که در زبانهای اروپایی گندی شاپور میگویند وجود داشت
و این اکادمیا، این دو یونیورسیته چخیلی که میگوید، این تعلیمگاه، این مؤسسه علمی چنان پرزور بود که ما اثرهایی به زمان هندی، چینایی، یونانی، رومی نوشته رو با عربی برگردان میکردند. اثرهای سوریانی و اسیری میگن امروز سوریه نمیدونن، برگردان میکردن، میخوندن. اثرهای ارسطو و افلاطون رو مردم یونان از زبان عربی گذشتگان بزرگی ما میخوندند و یا را مردم علمای مردم تاجیک فارس با اونا معرفی کردند و وقتی که در عصر 16 اونا رو با تمدن انتیقه نهادند، از معلمان خود آموختند، از علمان بزرگی تاجیک فارس آموختند و فهمیدند که افلاطون کی است، ارسطو کی است و دیگران کیند. از شهر اینو شناختن. بله، از زبان اینو شناختن. داریم استاد همیشه اینجا یک بحث، یک نزدیکی دارد. اگر ما واقعا دارای چون یک ادبیات، معرفت، معارف، دانش‌های بزرگ و قوی بودیم، چرا آخه در این عصر اومده حالمون به اینجا رسید؟ وقتی که مردم عرب حضرت محمد پیامبرمون دین رو چطوری که با خداوند رابطه بود و اونو همش در حدیث ها، بله در قرآن البخاری الجامع صحیح نامد. اونو جای دور نرفتند، نکفتند. اونو دیدن که آنچه که یاد گرفته بودن عرب ها از فارسا، از شاپور سر کرده یاد گرفتن. دیدن که چخیل اینو دانشگاه بزرگن، چخیل اینو با علم و فرهنگ معارف بسیار دقتی کلان میدین. برای همینم با همین راه رفتن عرب ها. این همین خانه خرد را این یک دومی همین است ساختند. و یک چیز رو به شما با عرض کنم که بینندگان ارجمند و شما که یک وقت مامون خلیفه مامون میبیاد، چی میاد؟ ارگن میبیاد یا ارگن میگوید، ارگن میگویند. در همینجا 4 سال میستد و در همین بعد دوام 4 سال از مور هنر زیاده از 500 عالم رو با چی میبرد؟ با بغداد میبرد، به خانه خرد. اکثریت علمانی که نامشون امروز در ادبیات اروپایی عرب نوشتگی است، عرب یا دیگر با زبان عربی عرب نوشتگی است، اونو مردمی فارس تاجیک میباشند. ایستا این در هایی که شدی تمدن اسلام یا که عصر طلایی اسلام میگن از عصر 8 تا عصر 13 است. این اروپا رفت، اونو جستجو نکردند. کدام پاپایریم من کرده بود که یگان چیزی عرب رو نامزد شما. همین ریاضی عرب که اونو هر ابتدا رو ترجمه کرده بودن. قبول نکنید، لیکن نشد، رخ نکرد. بله بسیار قوی بود و بسیار با قوت بود. فرض کردیم این یک فیل است، یک شیر است. اروپا در وقت مثل یک چی گویم، یک کودکی که باید راهگردی را یاد گیرد. اول باید برگردد به تمدن انتیقی، اون را آموزد، احیا کند. بعد همان چیز دستاوردهایی که مردم عرب، فارس و تاجیک در خلافت داشتند آنها را قبول کند و در دایره تفکری خودشان تطبیق کنند. لیکن در اونجا پاپیریم نمیگذاشت. پاپیریم کرول و امپراتور و کنیاز رو میتونست قتل کند. برای همین این تمدن که معلمانشان تاجیک فارسند اونجا رو رخ نکرد، اونو همین رو قبول کردند. و لیکن دوره رفرمات اصلاحات خواهی میان اومد
پاپریم رو در جایش شیناندند. برعکس اون به جای اون که با علم فرهنگ درها رو کشاید در مسیحیت رو اونو بستند و اروپایی توانستند پیروی با تمدن عرب اسلام چخیلی که میگیم تمدن فارس تاجیک نیاند و در عصرهای 15 16 آموزگار عالم گلی سر ثبت جامعه اروپایی بود و همین طریق اروپا از معارف و علم به تکنیک گذشت. واقعا برمیگردیم به اینجا. من استاد اینجا بسیار وقتی که شما بسیار زیبا میگوید و اینقدر از این تمدن با حرارت صحبت میکنید، چرا دیگر این تمدن آمده در این عصر، یعنی عصرهای امروزی که ما زندگی میکنیم، ما رو به اون پایه‌ای که اروپا و آمریکا پیشرفت رسوندن نتوانست؟ خب چه عامل ها بودن، چه سببا بودن استاد که کارآمد نشد دیگر تمدن؟ ما دور شدیم یا که چه عامل ها بود؟ عامل‌های خیلی زیادن در ابتدایی چی به فکر شما؟ ابتدای اون بود که وقتی که دولت‌های خلافت عرب به دولت‌های علوی تقسیم شد، اینو در نزد قوه‌های چخیل بگیم نزد سرحدی، دولت‌های نزد سرحدی قریب به حمایه موندند. همون زمانی شد که خلق‌های این با فرهنگ با تمدن زیر حمله خلق‌های بیدوی کوچمنچی می‌گردند. و بینید اونجا که یراق اصلی سخن میروند خرد خاموش است. خرد خاموش است. هزارها هزار خردمندان عالمان ما قربانی همین حمله ها شدند. خود یک قسمش نجات یافت به غزنه رفت، قسم دیگر بعدتر خیلی بعد به هندوستان رفت. همین نمایندگان این ملت خیلی فارس تاجیک اینا هم توانستن همین ادامه همین رو. طرف دیگر هر همین علم فرهنگ مثل آدم رو میبیند. اگر راهبر خردمند باشد، راهبر هدف اساسیش طوری که هارون الرشید و مأمون بودند، همین خیل هدف اساسی انتخاب کند که در جامعه ساحه‌های استراتژیکی چیست، کدام ساحه‌ها میتواند دولت رو رشد دهد و هم از جهت اون که مردم وطنش رو دوست دارند دردهای جامعه رو برطرف میکنند، البته با همراهی جامعه، و اینا میتوانند نه تنها پیش روند با همراهی دولت بلکه تیار میشن برای حفظ کردن مملکت. متاسفانه تاریخ شناسان باری گردی ترکی میکنند، باری کیمکی‌ها میکنند، لیکن دولت سامانیان از داخل خود ویران شدن گرفت. تقریبا در 50 سال آخری موجودیت این دولت صاحب تمدن، گرچنده که تمدن از تمدن عصر طلایی اسلام هم سر شده باشد، اینجا مستقل پیش رفت و این نتوانست با اون قوه‌های بیرونه مقاومت کند. برای اینکه یک آدم نگاه میکنه این من شما من میبینم شما آدم خردمندید، شما دروغگو نیستید، شما فریب نمیدید اون کسا، شما روزتون با پول حرام نمیگذرونید بلکه مهنت حلال میکنید، روز میگذرونید و حرکت میکنید که سیمای تاجیکی یا باطن تاجیکی خود را حفظ کنید و باقی گذارید و آن را به فرزندان خود میراث گذارید. منم میخواهم که اون چی که من مهنت میکنم به فرزندان میراث میموند، به ملت میراث میموند، در آینده بگویند که همین آدم تاجیک بوده است و این چنین من قابلیت بلندی ندارم. من به گذشته‌های بزرگی خود تکیه کرده آمده ایستادم تا امروز. دیگران هم خیلی کنند، فکر میکنم که امروز اگر عرصه بین الخلقی کنید دیو کنید. چند سیما رو میگویم من چه تحلیل نمیکنم. رجب اردگان کیست؟ چه خیلی تفکر دارد، چه خیلی خیرات دارد. زلنسکی چه خیلی خیرات دارد. ولادیمیر کی؟ پوتین چه خیلی خیرات دارد. من اینو بها نمیتیم. خدای خود معلوم است. برای همینم امروز ما کار کنیم که یکم اون
نمایندگی که ملت رو نمایندگی میکنن اصلا ملت سوز هستن، اونها رو از دست ندهیم. ملت سوز هستن. به آموزگار و به اولین ملت رو ساختن ممکن نیست و ما توانیم که پتانسیل اقتصادی رو به پیشرفت همین دو ساحه صرف کنیم تا توانیم مثل دولت‌های پیشقدم دیگر همون عالی پیشقدم ملت در اینجا ماند و دولت رشد طوری که این کار رو در ایالات متحده آمریکا در ظرف 200 سال کردند و به جای اول برآمدند. فکر میکنم که باز چندین سالهای دیگر در همون مقام باقی خواهند بود. خود پیش از آنکه به معرفی کتاب بگذاریم، اینجا از سه شخصیتی که امروز خیلی معروف یاد کردید، اردوغان و زلنسکی و پوتین، فقط یک سوال که شما بیشتر به کدامش توجه دارید؟ من فقط همین قدر میخواستم بفهمم که شما با از سه شخصیتی که نام کردید، چون شاید خواننده کتابخوان بگوید که این استاد تبریزی بیشتر به کدامش میل دارد یا دنبال میکند افکارش. اگر من اون آدم افراطی رو انتخاب گویم وزیر، شما گوید که تاجیک نیستید. فهمیدید؟ من و زلنسکی از روز اولی هجوم من میخواستم که مردم اوکراین از زیر ظلم 400 ساله خلاص شود. ظلم 400 ساله روسیه. توجه داشتم به این و دنبال میکردین. بعد در روز 11 شد من گفتم که تمام این جنگ روسیه بوی میتید. همچنین یک تاریخ نگار، یک جامعه شناس در همه موارد با همه استیلاگرها، اونایی که غاصب هستند، بالای کشور تجاوز میکنن، مقابل هستید. یعنی شما فکر میکنید هیچ گونه حمله بالای هیچ کشور طول تاریخ سود آور نبوده است، یعنی فایده آور نبوده است؟ نه حاضر من میگم شما با وقتی که دولت تجاوز تشکیل میکند چی خلوه سفید نکند و تجاوز است به دولت صاحب استقلال. لیکن وقتی که خلقی که حق خود رو میکشن گرفتنی است، مرز بومی خود را حمایت کردنی است، به دست اسلحه میگیرد، آفرین گفتن در کار با اون خلق. اون روز از شبکه خود تاجیکستان شنیدم که تعریف اون چیز رو تعریف کرد که من همون گپ بد میبینم، که تاجیکان هیچ محل به هیچ جا هجوم نکردند. به دلم گفتم که از همون وقت که هجوم کردن این حمایت کردن خودم است و حمایت دو خیل میشود. یا در سرحد میستید حمایت میکنید یا میزنید دشمن از سرحد رخ نکرده. پس اونهایی که میگویند که تعریف میکنن که تاجیک هیچ هجوم نکرده است، این کلا نادرست است. این عقیده جنایتکارانه است. با این کلمه ها ما نمیتونیم نسل نورس رو تربیت کنیم. ما نمیتونیم گوییم که همین بچه خودش عریضه نویسد و به خدمت مادر وطن رود. امروز پرابلم است. همین نقطه حساس گفته است. چرا در این قدر تعلیمگاه ها، دانشگاه ها و امروز واسطه اخبار عامه، ولی باز هم ما میبینیم که تفکر استقلال خواهی مردم، یعنی بسیاری از مردم تجاوز رو بالای کشوری دستگیری میکنند و امروز اندیشهشون به طرف منقورتی است. این از نوشتن همین کتاب ها است یا درس است یا تعلیمات است. چرا آزادانه فکر کردن و تفکر انتقادی در همین جاش استاد گویی چند چیز است. چند عامل است اینجا. یکم قشاقی آدم وقتی قشاق باشد از جهت روحانیت هم از جهت فرهنگی و خرد هم قشاق است. برای همین هم وای نمیتواند وطن پرور باشد. امروز یک گفتن که کتاب خونید این کم است. هزار جلدهای کتابای نیاگان چوب نمیشوند، خوابند در انبارها. در ایران خواب است، در انستیتوت دستخطها خواب است، در پاکستان خوب است، در لاهور خوب است، در هندوستان خوب است. خوبن اونها چوب کنیم که دسترسی مردم شود، یعنی فکری مردم بیدار شود. بله اونو با همین خیلی بیدار کردن در کار. برای اون بزرگانمون ما در نزد وای بزرگان سری تعظیم فرود میاریم و قرضدار هم هستیم که ما اونها رو کم یادآوری میکنیم. فقط با یک آزمونی یک روزه دو روزه ما این بچه‌ها رو نمیتونیم تربیت کنیم. باید در هر یک ناحیه، در هر نمیدونم باغ، در جای استراحت، هیکل‌های یادگاری، انسامبل هیکل‌های یادگاری اونها رو گذاریم.
اثرهای اونها رو چاپ کنیم. اون چیز که معنای ملت رو ifade میکند همون عنصرها رو ما باید بنیاد کنیم. معنای ملت چیست؟ ملت اون چیز نیست که همین توجیهت گپ میزند و حالا که ملت است. به تمام خیرات، به تمام فرهنگ، به تمام تاریخ است، معارفش، علمش، بزرگان این ملت باید همش باید در این. من یک کتاب امروز نوشته شدم، یک کتاب نه دو کتاب. یک کتاب یکمش درباره کوروش کبیر است. وقتی دیدم که برات عبدالرحمن گفتگی با یک نفر دیگر درباره کوروش کبیر کتاب می‌نویسند و او شرمنده کردند. شرمنده کردن. شما ممکن کوروش کبیر بله. شرمنده کردند. ما کتاب خواندم که با علما با هم میتونست ما دیگر اینا. کامبوجیای دیگه که این پسری دوست داشته کوروش کبیر است. در وقت این وفات میکند سال 530 کامبوجیا به چی میرود؟ به مصر با از نو شغل کردن مصر میرود. در پیش از رفتن بردیا پسری دوست داشته دودری خود رو بلکه دودری خود رو میکشد. همون کامبوجای دو که اونجا کامبوجیست میگه و خطا میشد علومی کوروش کبیر. این آدم دودری خود رو کشته است. لیکن با کتاب من تخریج می نویسن میگویند که همون کامبوجا پیشوای ملت تاجیک است. برای من جواب نویسن که او آدمو با من وو نخوردن، نمیدونن این چیز رو. برای همین ما باید هر چی توانیم با این واسطه ها، با واسطه کتاب ها درباره اونها، با واسطه اثرهای اونها ما باید مردم رو بیدار کنیم. و خوب کردمون بس است، آسوده زندگی کردمون بس است. ما باید تمامی قوه رو در دو سمت روان کنیم. اقتصادی که به مکتب معارف و این پیش نمی رود. همین کار کردن در کار. برای اون ما ضرور میدونیم که و جامعه رو اول تربیت کردن در کار. من تصور کردن نمیتونم که زیازاده یه وقت از کسی پوره میگیرد. تصور کردن نمیتونم من رو. دین یک خیشاوندم اومد یکی ما مکتب سپوریدیم با 5 گرفت با بعد این از فلان مقامات اومد گفت که نه شما اینو رو فریب کردید 3500 سومونی جریمه میتید. به کدام خاطر دیرکتوری مکتب با پوره گیرد. ببینید در تو کدام درجه چی است. برای من فکر میکنم که امروز یعنی فساد عامل اساس فساد یعنی فساد بالای فساد خوابیده است. پرزیدنت محترم اینا میدونن به فکرم که شاید روزای نزدیک یگان قرار برارن که بر ضد فسادی مبارزه به امان بردن در کار. ما از همین فسادی ممکن ملت رو به خرابی برده رساند. یعنی پر عاقبت ملت رو بنست. بله. امروز ما باید ملت رو متحد کنیم. یا آدم اومد گفت که ما از سمالات فرامدیم از هواپیما اولم آدم سوارچ میشند روسیه میروند. ما کار کنیم که مردم در همین جاشن همین تاجیکستان رو آباد کنند. برای همین پیش روی فساد رو گرفتن در کار. این مرض عاقبت‌های نهایت وزین به بار آورده است. گنده‌اش همین است که اخلاقی ما رو از بین برداشته ایستاده است. اخلاق جامعه را از بین برداشته ایستاده است. استاد خیلی تشکر. بیاید به سر کتاب ها بیایم که درباره کتاب ها بگید که اینجا کتاب ها آورده‌تون خیلی زیاد است. کوتاه بگیم که این چه کتاب بودند و شما اینا رو چرا نوشتید و کدامش کتاب های درسی هستند، کدامش برای دانشگاه بود و چی انگیزه داد که شما به سمت کتاب نویسی درس های درسی هم بروید. همین خیلی رفیق همین خیلی قوزه کردم. دو قوزه گرفتم چیزی که هفته. خب من در چند موضوع کار کرده استادم. در تاریخ متدولوژی گومانیستی تاریخ پر نشاید. تاریخ همچون تمدن و خاطره تاریخ گذشته ملت و بشر. زحمت خیلی زیاد صرف شد. اون کتابایی که من نوشتم برای تحصیلات عمومی و کسبی همش در همین اساس نوشته شده. دویم سم تربیت شهروندی و معرفت شهروندی. اون کتابایی که در اینجا دیده ایستادید اینا به همین بخش دیگه است. من همینجا اینا عینک گیرم. اینا لایحه بود. کانسپت معرفت شهروندی در جمهوری تاجیکستان. مبلغ زوری کی میکند؟
انا ایشم برنامه معرفت شهروندی برای صنف‌های 6 و 9 برنامه معرفت شهروندی برای تعلیمگاه‌های میانه اولی کسب شما میجوید اولی کسب. بله. خب اینا استراتژی بود نه نگاه کنید اینو کتابی درسیان اساسهای معرفت شهروندی основи гражданского образования мешарусикати базумин тоҷики ҳастин ишам бо маърифати шаҳрвандӣ фақат худатон танҳо дусода инҷо не як дусодагирӣ истодагӣ кардан ва як пунтудиба ма балагзорш зардор омад нафтам ки ин асоси ҳамин чизое ки мо навишти ҳамин аст ман наметавонам героро ҳамроҳ кунам ҳамроҳ наметавонам рехтон танҳо навиштед ин китоб бурам чикар ҳар қадар кӯчикар гуфт соҳибои пул танқид мекунам нафтам намедонам ино ҳамин хеле ман намишдам маърифати шаҳрвандӣ инсоншиносӣ инсоншиносӣ ин китоби дигар инсоншиносӣ инсон ва ҷомеа ин китоби дарсӣ буд ино сифои 10-11 ҳозир баромад аз баровардиан яъне зарурат надошт дига инсон ва ҷомеа хаяки охи ино мене чикор кардан меган саларо бир меран каларо меоран бонки ҷоҳонӣ гуфт ки шумо 17 фан кардед мумкин нест ин қадар фан якташ ҳамин қурбон шуд дигараш таърихи динҳо қурбон шуд дигар мана китобе инҷа современная система школьного и исторического образования. Шумо бовар мекунед анами системаи таърихи мактаби дар Русия аз рӯи ҳамин таҳия кардагиам. Аз рӯи ҳамин китоб. Рисоли докторӣ буд, аз рӯи ҳамун. Шумо интернет кушоед, чӣ кунед унҷо мегӯянд. Я види российские учёные. Хоб ина ин ва се забон чоп шудагия англисӣ, тоҷикӣ, русӣ. Ина англисиш мана. манеш тоҷикӣ рушди маърифати шаҳрвандӣ дар тоҷикистон масъалаҳо ва дурнамо ҳамин мавзӯъро аз ҳамин сар карда будем инҷа дурунда ду се муаллиф аст ина инҷа ду китоби дарсӣ аст синфҳои 10-11 инҷа ихтисор шудин сеси 20 саҳифагӣ буд нақшҳои таълимӣ ин ҳамин китобҳои фанҳои ҷумъашиносиро нақшҳои таълимӣ ба соатча кам кардам ҳамин устод ҳамин мавзӯи ҷомеашиносӣ барои мактабҳо ва ҷомеа мо то куҷо зарур аст ҳамин ҳуқуқи инсону масалан инсон ва ҷомеа ва яна баъзеша гирифтан баъзеша кам кардан барои як ҷомеа чӣ зарурат дорад ҳамин дарсҳо кӯтоҳшо гӯям бале ҷомеашиносӣ ду тараф дорад ҷомеашиносии тоҷикӣ дорад ҷомеашиносии ҷаҳонӣ дорад агар амир хонад агар ҷомеашиносиро хонад агар хонад ҳамин ина инфони ина аз унҷо марди шаҳрвандӣ ҳамҷо медорад пас вай худашро мешиносад пеш аз ҳама барои худшиносӣ худаш мешиносад ватанашро мешиносад ва дар ватан чиҳоро боёд донад ки зиндагӣ карда тавонад ҷомеаи ҷаҳониро мешиносад давлатҳоро мешиносад кадом давлат ифротӣ аст кадом давлат демократӣ аст кадом давлат башардӯст аст мешиносад ва баъд бачаҳоро ҷавонҳоро аз Сурия аз чӣ мегӯянд игил ба кофта намеёбанд як камбудие боз ҳаст дар инҷо ба баробарияти вазорати маориф ман дар баъзе сохторош ҳастам ба ҳукумати кишвар муроҷиат мекунам ки ҳамин дар солҳои наздиктарин мавқеиро бояд нисбати фанҳои ҷомеашиносӣ дигар кард чунки бачаҳои мо дар доираи 1 соат 1 ҳафта мехонанд то ҳафтаи дигарро фаромӯш мекунанд камаш 2 соатӣ набоша баъзе 3 соатӣ бояд омӯхта мешавад ин чанд китобе ки оиди маърифати шаҳрвандӣ ман овардам ин барои он аст ки дар давраи шӯравӣ дар бораи шаҳрванд гражданин чизе намегуфтанд дар энциклопедияи советӣ дар бораи шаҳрванд як калима ҳаст як гражданин ба он нависаги смотрите такую страницу ӯ такую страницаро варақ мезанад унҷа ҳамин чӣ нест дар тоҷикистон мардум намедонад ки ино гражданинанд ино шаҳрванданд вақте ки ин барнома навишта шудагӣ аст ин китобҳо дастурҳо китобҳои дарсӣ навиштагӣ аст ино ҳамаш аз озмоиш гузаштагӣ аст дар доираи пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогӣ ва академияи таҳсилоти тоҷикистон ина аз озмоиш гузаштагианд борҳо ман гуфтам ки ҳамин фанро дар мактаб ҷорӣ кардан дар кор аз синфи 5 то синфи 11 барномаи таълимӣ тайёр аст
وای کردن در کار است جاری کردن در کار که هر یک شهروند داند که وای کی بوده است چه حقوق دارد چه ها رو باید از بر کند که وای تواند در همین چارچوبه چهارراهی زندگی سرگردان نباید باشد داند که در همین چهار راه کدام راهش انتخاب کند پیش رود درست اینا حتما حاضر سایه معارف ما متاسفانه دلیر جان از بسیار جهت در دایره کمپانیتوی اتحاد شوروی فعالیت دارد اکادمی علمای تاجیکستان هم همین طور است اکادمی علمای تاجیکستان در دوره نظریه کار میکند فقط حالا که در دوره شوروی جامعه ویران بود گنده بود اون وقت علم و فن میگفتن فعال گفته این تکنیک رو میگوین و ما اکادمی علمو داریم نه که تکنیک نداریم این فکر میکنم که در برابر اون که نظریه میآموزن پارک‌های تکنولوژی استحصالی باید داشته باشه پارک‌های استحصالی تکنولوژی باید داشته باشیم که اونجا هم تعلیم میگیرن هم تحقیقات میگذرونن هم در از تحقیقات اختراعات میکنن و اون اختراعات رو در همون کارخانه‌ای که تکنیک هست اونجا میسازن در ظرف یک سال بالای چرخ میگذارن آزمایش میکنن ما صاحب تکنیک میشیم بعد این ما با مهمانو فقط تربوز خربوزه نمایش نمیتیم بله بلکه تکنیک رو نمایش میتیم درست همسایه‌های ما در این جودا کمی پیش رفتند لیکن ما امروز مگرم تلاش دنبالگیری کنیم تلاش بیشتر کنیم دنبالگیری کنیم کنیم کتاب دیگر رو معرفی نکردید که این چی کتابی است این کتاب تاریخی روم قدیم است من گفتم که متدولوژی نوی تاریخ من کار کردم متدولوژی نه مبارزه صنفی نیست بلکه تاریخ همچون تمدن است انسان در اونجا مبارز بود باید میکشت فرد کردیم دعوت به اون میکرد دولت بلکه انسان رو پروردگار آفریده است در روی زمین آفریدگار خود انسان است آفریده است و از خود برای نسل‌های آینده 2000 سال پیش زندگی کردند آنها آفریدن امروز ما اون رو میخونیم خاطره گذشته ملت رو میخونیم اینجا با یک دوستی همراه ما یک کتاب نوشته بودم گفتم که خواهی شما مؤلف اول روید ما از این نیشی بوی نمیتیم صحیفه‌های گوارا از تاریخ ملت و بشر نام دارد این برای اون است که همین ملت رو همین فرزند همین ملت رو بیدار کردن در کار بیدار کردن در کار برای همین است این به استودیا به شما توفه می ایستاد اینجا بعد غیر از این درباره هم تکنیک گفتم یک علمی دیگر رو میگویم یک علم است علمی فارس تاجیک است اسماعیل الجزیری نام دارد اسماعیل الجزیری این پدری تکنولوژی اتومبیلی می باشد پدرش تاجیک است اگه تاجیک فارس رو میگویم اینجا فارس تاجیک برتر خبر شدن بله فارس تاجیک به همین جدا نوشته است این آدم ربات ساخته است یک قریب 15-20 ربات ساخته است شما بدونید که ربات به برنامه کار نمیکنه با برنامه اش رقاصه است پیش خدمت است دخترک خودش پیش میزوجو میرود تاکلی میکنه بچه‌مو چای قهوه یا شراب میگردد میرود سپورش اجرا میکند یا که یک گروه دیگر انسامبل است انسامبل جور یک برنامه گردون میکند میرقصن بازی میکنن حتی درون آب میدورن در قایقچه یا که ناساس روبوتیک ناساس به کار میدارد یعنی تاجیک این کار کردن نه بعضی مفهوم از همون موندگی از الجزیره این کدام دوره بود تقریبا عصر 12 در عصر 12 همین کار را کرد بله سال 1206 ربات ساختن بله من کتابی نوشته سودم اون گلدسته در تمدن جهان نام میگیرد و علمان بزرگ علمان مهندسان و یک قسمش از همون دوره جندی شاپور آغاز می‌یابد
و این طرف ادبیات هم هست. ولی من گفتم که یک ادبیات شناس یابم، خواهش کنم که همون قسمت ادبیاتش رو تحریر کند. از قسمت تکنیک و تکنولوژیش بقدر نمیلنگم من. و خیلی تاریخ معلوم است که با تاریخ شناس هستم و شناس هستم تا در درجه. اما چیکار من این کتاب ان شاء الله چوب میکنم و استودیو شما هم تقدیم میکنم. سلامت باشید. فقط یک مشکلی دیگر هست. ما کسی در مؤسسه تعلیمی عالی کسبی کار میکند و هم تعلیم میتید هم علم مینویسد. لیکن از بس که در بودجه دانشگاه، در بودجه دولت برای پیشرفت علم مبلغ نهایت کم جدا کرده شده است، کتاب‌ها رو خود مؤلف چاپ میکند. برای همینم در این سن سال در 2-3 جا کار میکنم تا اینکه کتاب چاپ کنم. همون کتاب رو چاپ کنن. همین 43,000 سومونی رفته گسیم. همون کتاب تمدن رومی قدیم. استاد خیلی و برای همینم فکر میکنم که سر این مسئله هم فکر کردن لازم است. دو راه دارد. ما توانیم اقتصاد پیش بریم، محصولات ما در بازار خارجی راه یابد. اگر راه نیابد ما نمیتوانیم از خارج والیوت دراریم داخل. این 3 تا کامرای برنامه در اختیار شما است. شما برای بیننده برنامه کتابخوان هر پیام، هر فکر، هر اندیشه دارید در موضوع کتاب و مطالعه و دانش صحبتتون خلاصه کنید. این 3 کامرا در اختیار شما. بعداً ما برنامه رو با آخر برسونیم. مرحمت دوستان. من بسیار خواهش میکنم که همون دانشجویی که حاضر داریم همه ما و شما اصلا کافی نیست که ما گوییم ما کتابخوان شده ایم. یک همون روی خط کتاباتون رو بینید شما چند کتاب خوندید. من نمیدونم اویدی هر یک علمی که در همینجا هست ممکن 40-50 تا کتاب خوندم. از اون جمله کتابایی به زبان خارجی هم خوندن در کار است. اینجا چندین علمی انگلیسی و آمریکایی در اینجا اقتباس شدگی هستند. از اینجا هم در خونه من بر انگلیسی بسیار ضعیف سستم، لیکن شورپن انگلیسی دارم در خونه. با که بله کمک میرسونند. نبیره زیر در خارج میخونند. فکر میکنم که امروز ما تنها با همین هم آزمونی شبی چی؟ فروغ صوبی دو کتاب است و همون جای میگیرد و همون 10,000-20,000 رو میگیرد و من بگم بعد جای بعد ندارم. فکر میکنم که همین هم لازم است. لیکن امروز ما برای علم مبلغ بسیار جدا کردنمون در کار. معارف و علم تو تواند دولت کتابای علمی رو چاپ کند، لیکن او خمکایی که می نویسن و می دیسرتاسی نامزدی دکتری می نویسن بعد سرسخنی همونو دیگر میکنن. و من در وزارت معارف هم هستم در شورای ملی تحصیلات بر وام میکنن که این کتابی درسی همون با به دست من میبینم. من میبینم که از کتابی درسی درک نیست، یگان نشانه ندارد. برای چند خلاصه دیگر دارم، همه این ما گفتن نمیتونم. امروز جامعه وطن احتیاج به آن دارند که ما آموزیم، علم آموزیم، اقلا همون علم خودمون رو آموزیم و به دانستن فقط یک علم عالم شدن ممکن نیست در شرایط امروز. اینو من تاریخ شناس گفتم. من تاریخ خلق تاجیک دونم، تاریخ چی میگم جهان دونم، یا این دو تاریخی من تاریخ شناس نیستم. من باید فیزیک دونم، کیمیا رو باید دونم، مهندسی رو باید دونم، ریاضیات باید دونم، علمای دیگر رو دارم نباشه اینم کتاب من نوشته نمیتونستم. ادبیات دارم، زبان دارم. امروز کسی که در علم در منبر میبرد با شاگردان در کنفرانس یا در سیمپوزیوم برآمد میکند باید سخنی خود را گوید، تاکید کرده با دانش‌های دیگران فکری خود را گوید، یعنی در آنجا جای داشته باشد در همون مسئله اندیشه خود داشته. بله در همین صورت از وای ان شاء الله بعد از سالهای 50 عالم میبراید. بعد از 50 سالگی نمیشه، در 30-40 سالگی نمیشه. خب سلامت باشید تماشاگران گرامی. ما در صحبت با خود داشتیم تبرعلی زیوزاده تبرعلی که یک در سن 80 ساله هستند و نو بسته به سینشون نگاه نکرده 8 ساعت گفتن روزانه کار میکنند
ба донишҷӯён дарс мегӯянд, китоб иншо мекунанд ва ҳанӯз дар ҳолати таҳқиқ ҳастанд, дар ҳолати омӯзиш ҳастанд ки то китобҳои дигарро иншо кунанд ва ба илми тоҷик хидмате карда бошанд. ва чун ҳамешагӣ орзуи мо дар барнома, ҳадафи мо дар барнома ин аст ки мардуми мо, мардуми азизи Тоҷикистон ҳарчи бештар рӯ ба мутолиа биёрад, рӯ ба огоҳӣ биёрад, рӯ ба хондан биёрад, чуне ки устод қайд карданд танҳо дар натиҷаи омӯзиш, дар натиҷаи огоҳӣ ва дар натиҷаи доштани олимони воқеӣ, омӯзгорони воқеӣ ва ғамхору дилсӯз ба миллат мо метавонем пеш равем ва кишварро ба ҷое расонда бошем. ин барномаи Китобхон буд. То барномаҳои оянда дар ҳифзу паноҳи Худо бошед. Худо ёру мададгоратон. саломат бошед. Ташаккур устод.